آتنای عزیزم، چند وقت از عملت میگذره؟ 8 ماه. دوست داری بینی تو؟ واقعا خیلی راضیم، خیلی ممنونم ازتون. خب مهمترین دغدغه‌ت واسه قبل از جراحی چی بود؟ یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که داشتم بیهوشی بود که وقتی که تکنسین بیهوشی خانم دکتر با هم صحبت کردم واقعا دیدم کامل نسبت به بیهوشی عوض شد و اینکه خیلی خوش برخوردن و واقعا خیلی راضی بودن و قطعا اگه بازم برگردم عقب همچنان خانم دکتر ارجنگ رو انتخاب میکنم. چه توصیه‌ای داری برای کسی که میخواد بینیشو عمل کنه؟ کسی که به نظرم یه همچین تصمیم رو میگیره، یه همچین فکری تو ذهنش میفته، این کار رو انجام بده خیلی بهتره. حتما چیزی باعث شده که یه همچین فکری تو سرش افتاده و خب خیلی تاثیر داره. حتما هم نیاز نیست زیبایی باشه، به غیر از تصویر زیبایی که داره روی اعتماد به نفس تاثیر میذاره، توی حالا مسیر زندگی میتونه تاثیر داشته باشه، باعث سلامتی میتونه بشه و به نظر ما حتما کار آدم باید انجام بده. اگر از درد و خونریزی عمل بینی میترسین، پیشنهاد میکنم که حتما پیش دکتر سارا ارجنگ عمل کنین، چون ایشون با دستگاه پریزم عمل میکنن و جای نگرانی نیست. مهیای خوشگلم، چقدر از عملت میگذره؟ 2 سال. دوستش داری؟ خیلی. من فقط میخواستم بینیمو عمل کنم ولی شما اعتماد به نفس منم عمل کردیم. نسترن عزیزم، خوبی؟ چقدر از جراحیت میگذره؟ 2 سال از عمل جراحی میگذره. دوست داری بینی تو؟ خیلی خوب. بیشترین دغدغه‌ت واسه روز جراحی چی بود؟ من تنفسم خیلی برام مهم بود. واقعا خدا رو شکر هیچ مشکلی ندارم. راجع به دستگاه فیزو خیلی اطلاعات خاصی نداشتم، اما اصلا کبودی نداشتم، دردم نداشتم، دور نقاهت راحتی بود واقعا. سلام، سفیده هستم. 6 ماه و نیمه که بینیمو عمل کردم. به شدت راضی هستم. هم تنفسم اوکی شده، هم خب مسیر زندگیم خیلی تغییر کرد از این جهت که من هم حسابدار بودم، هم ورزش حرفه‌ای انجام میدادم، ولی خب الان ورزش رو دارم ولی نه حرفه‌ای، ولی رفتم سمت کار مدلینگ. خوبم دارم پیش میرم، خدا رو شاکرم. از خانم دکتر تشکر میکنم، تو زندگیم خیلی تاثیر داشت. به راحتی دارم تنفس میکنم و اینکه مسیر زندگیم عوض شد. خیلی ممنونم. فاطمه عزیزم، چقدر از جراحیت گذشته؟ 1 سال. دوست داری بینی تو؟ بله خیلی عالی، دستتون درد نکنه، همون جوری که میخواستم شد. بیشترین دغدغه‌ت برای جراحی چی بود؟ من یه بینی عروسکی میخواستم که هیچ دکتری قبول نمیکرد. دیگه اومدم اینجا، شما قبول کردین، عملم کردید، خیلی هم خوبه، راضیم.